سلام، به کانال 1001 عطر خوش اومدید. ما گالری عطر هستیم در بندرعباس. 2 شعبه داریم که به صورت تخصصی در زمینه عطر فقط فعالیت میکنیم. از برندهای دیزاینر مثل لالیک، ورساچ، شانل، دیور گرفته تا برندهای نیش مثل آمواچ، کرد، زرجوف و برند لویی ویتون، فردریک مال، بودیسیا و خیلی از برندهای دیگه که شما میتونید توی شعبه‌های 1001 عطر بیشتر با اینها آشنا بشین. 1001 عطر صرفاً راجع به عطر نیستش. اینجا هر عطری یک داستانی داره و هر داستانی یک عطری داره. توی این کانال ما قراره تخصصی تر عطرها رو دنبال بکنیم، چون عطر صرفاً بو یا رایحه نیستش. یک داستانی پشتش داره، یک کانسپتی داره، هر عطر یک تاریخی داره که قراره اینجا به صورت دقیق تر ما اینا رو بررسی بکنیم. صرفاً عطر برای زدن و اینکه حالا یه بویی بدیم نیستش. حتی بر اساس شخصیت، بر اساس استایل، بر اساس اخلاق هم انتخاب میشه. چون بعضی وقتا آدما متوجه نمیشن رایحه‌هایی رو انتخاب میکنن که بر اساس اخلاقشونه. حالا چرا اسم گالری رو انتخاب کردیم 1001 عطر؟ 1001 عطر برگرفته شده از داستان‌های 1001 شب هستش که شهرزاد برای نجات دادن جون خودش و جون بقیه دخترها مجبور میشه تن به یک ازدواج بده و 1001 شب این داستان طول میکشه. و نکته خیلی مشابهی که نسبت به عطر داشته این بوده که 1001 شب از یک داستان شروع میشه و هر شب نصفه به پایان میرسیده. از دل یک داستان میرفته به دل یک داستان جدید دیگه. دقیقاً مثل برندهای عطرها که هر برندی یک داستانی پشتش هستش، از اون کسی که این برند رو طراحی کرده گرفته تا کسی که اومده دونه به دونه اون عطرها رو درست کرده، از شیشه عطر گرفته تا کانسپتی که پشت اون عطره و حتی رایحه و نوت‌هایی که توی اون عطر استفاده می‌کنن. برای همین ما اسم 1001 عطر رو انتخاب کردیم، چون هر عطر یک داستانی داشت مثل شهرزاد قصه‌گو. و قرار شد ما توی این کانال از کتاب 1001 شب شروع کنیم. اگه شما هم مثل ما عاشق دنیای عطر و عاشق روایت ها و قصه ها هستین، یوتیوب ما رو از دست ندین، کانال ما رو سابسکرایب کنید و پست های بعدی رو دنبال کنید.